سلام. میدونستی امروز انرژی تو رو به اینجا کشونده؟ قلب سفید رنگ رو قرمزش کن و عدد 786 رو کامنت کن. یه تکنیت واسط میگیرم. ببینیم چی در میاد. یه نشونه خیلی واضح توی فالت افتاده، انگار همه چیز روی یک قدم، یه حرکت، یه پیام گیر کرده. این انرژی میگه یه پیام، یه تماس و همه چیز عوض میشه. اما نکته اینجاست، این اتفاق همینجوری نمیفته. پشتش یه تصمیم، یه حرف نگه داشته شده و یه احساس سنگین خوابیده. توی فالت پیام از طرف کسیه که مدت هاست توی دوراهی مونده و الان انرژی ها دارن فشار میارن که بالاخره قدم برداره. اما دقیقاً کیه؟ چی میخواد بگه و بعد از اون پیام چه تغییری برات میفته؟